در شاخه های گل تو را میبینم ای بلبل سحر در شاخه های گل تو را میبینم ای بلبل با شاخه هر سری شاخه نشسته میکنی غلغل با شاخه هر سری شاخه نشسته میکنی غلغل عجب فارم نوای تو نوای دل ربای تو عجب فارم نوای تو نوای دل ربای تو دلم چون چشمم جوشده شونیده نغمه های تو دلم چون چشمم جوشده شونیده نغمه های تو چشم خندانی که شیدا حیرانی که چون چشم خندانی زی شوق جلوی گلای سرود شوخ میخوانی زی شوق جلوی گلای سرود شوخ میخوانی سرای بلبل خوشخوان بیرون آواز خود از جان بیزدن در باغ ما چچه با آوازت شوم قربان بیزدن در باغ ما چچه با آوازت شوم قربان بیزدن در باغ ما چچه با آوازت شوم قربانه. درود از میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و ما در ناحیه خراسان قرار داریم. برنامه ما با یک ترانه آغاز گردید. یک نفر هنرمندی هوسکار از ناحیه خراسان که همیشه محفل آرا هستند، تقای خان عبدالرحیم، که یک ترانه برای ما اجرا کردن و همین گونه
در ناحیه خراسان هنرمندان زیادی هستند که محفل‌آرا هستند، شوق و هوس به هنر و به صنعت دارند، خاصه به سرودهای خلقی و هنر خلقی. و همچنین در برنامه ما امروز هنرمندان از انسمبل ترانه و رقص غازی ملیک حضور دارند، اینجا نشستند و در نظر است که یک برنامه خوب و دلارا و زیبا رو پیشنهاد شما گردونیم. دوستان عزیز، تشکر که شما یک ترانه زیبا اجرا کردید. خب من میخواستم بدونم که همین خواهش، همین هوس و میل به سرودهای خلقی از کجا است؟ کودکی همین هوس به همین صنعت بود، اکاردیون بود، تاولک بود، دویره بود، خود هوسکار همین خانواده میکردیم. بچه‌ها که مکتب کروکو مکتب اشتراک میکردیم، سال نوار رو باید میکردیم. همین تو حاضر همین هوس خواهش است؟ هست کم کم. سازهای موسیقی رو اجرا کردن میتوانید؟ میتونم کم رباب، همین اکاردیون کم کم باید بود، همین که دور زمان. خب بعد از مکتب رو ختم کردید، خب با یک سن سالی بالا هم رسیدید. راننده شدیم، خدمت کردیم، راننده شدیم، مکانیک کار کردیم، بریگادیر کار کردیم، کالخوزچی ودی سر کرده. تو همین بود وایشتیم، آخران حاضر معلم بود کار میکنیم. 20 ساله که معلم اینجوری کار میکنیم. خب همین شغل هایی که داشتید، همین وظیفه هایی که در طول حیات داشتید، در برابر این موسیقی هم اجرا میکردید؟ ها میکردیم. محفل آرای خودماندم، بله، تشکر، زیاد خسته نباشید. و دوستان عزیز، همچنین درباره ما آموزگار مکتب موسیقی ناحیه بهرالدین داوودزاده نشستند. درود به شما. یک نفره که سالهای زیاد نسل نورس را تربیت کردند و خیلی خوب همین فولکلور منطقه را میدونن و در میان همین مردم به رسیدن. من میخواستم راجع به همین سرودهای فولکلوری که بیشتر در منطقه شما استفاده میشد که برای ما معلوم بود. اینجا چگونه بود؟ محفل ها چگونه برپا میشدن؟ چون شما به قول در همین دیگ جوشیدید. تشکر زیاد. شخصا خودم از خردی و سرودخوانی و نوازندگی شوق کلان داشتم. سالهای 1970 تا سال 1980 در مکتب میان تحصیل میکردم. در محفل‌های مکتبی اشتراک میکردم در کروژاکا. بعدا اینستیتوت صنعت رو ختم نمودم. بعد راست به ناحیه خراسان به کار آمدم. سال 1984 تمام کردم. بعد 3 سال کار کردم. سال 1987 انسمبل خلقی ترانه و رقص رو حرکت کردیم، محنت کردیم. همین عنوان به ما دادن. انسمبل خلقی ترانه و رقص غازی ملیک. بله. سال 1987 با فرمان وزارت مدنیت بود، ما همین عنوان رو گرفتیم. سال 1991 انسمبل ما به شهر مسکو به ولایت تور سفر هنری داشتیم. خب انا در همونجا سرودهای خلقی، سرودهای فولکلوری، سرودهای etnografی، نوازش‌های گوناگون رو اشتراک نمودیم و غالبی آزمون سرودهای خلقی داشتیم. خب در همون سالها علاقه شما به جمع‌آوری فولکلور، به زنده کردن سرودها و عنعنه‌های خلقی منطقه تلاش کردید. چگونه بود؟ کی‌ها با شما کمک می‌کردند؟ برای جمع‌آوری فولکلور شما چه کارها می‌کردید؟ در انسمبل ما 3 محفل وجود دارد، عمل می‌کند. این سرودخوانی، نوازندگی و رقصی. خب از این لحاظ ما بیشتر به سرودهای فولکلوری etnografی دقتی مخصوص می‌دادیم و بسیار سرودهای فولکلوری etnografی رو جمع‌آوری می‌کردیم. از پیران سالان، از پیران سالان به مانند من استادان صنعت کی‌ها بودن؟ ابراهیم عمر بودن، توشامه سفرعلیف بودن، من مراد شمس‌الله، مراد سید مراد. یک جای کار کرده همین انسمبل رو با جانب می‌کردیم. در کنسرت‌ها، در معرکه‌ها همین چیزا رو ما نمایش می‌دادیم. همون سالها آزمون اندلیب هم بود، نه؟ برای آزمون اندلیب حتی در برابر آنی که خودی مثلا کارمندان انسمبل فعالیت داشتن، مردم اونهایی که استعداد بودن مثل استاد از دهه‌ها استعدادها رو سرجم می‌کرد. اول بوستان یک بود. ما بوستان 2 اشتراک کردیم. انا مردم نسبت به همین آزمون‌ها بسیار توجه داشتن و می اومدن. ما اوضاع رو تفسیر میکردیم، برنامه رو برنامه میکردیم و سرودهای خلقی و etnografی از بین همونها جدا کرده میگرفتیم. چه سرودهای خاصی هست که در همین مثلا ناحیه خراسان خاص همین منطقه است؟ سرودهای عروس براران هست، ما بعد عروس گوسلان هست، هم سرود هست.
همین سرود میخوندیم مثل اصول ملی کردیم تکون یادتون هست اون پارچه از اون سرودها هست اگر از قبل خیزد سخت باران میشود توی مبارک باده شه سلامت باد اگر دل نباشد آیا میشود شه آورده می دادر آورده ما به این خانه به شاد آمده ایم شب و خود سلام آمده ایم ما به این خانه به شاد آمده ایم شه آورده ایم دادر آورده ایم شه آورده ایم دادر آورده ایم توی مبارک باده شه سلامت باده آفرین همین اکاردیون هرچند که ساز ملی ما نیست ولی مثلا در زمان شوروی آن گونه محبوب شد که به یک ساز ملی ما تبدیل یافت مثلا همین شه مبارک باده که شما خواندید در سالهای شوروی مثلا 40-50 سال پیش با هم براباب میخوندن و همین اکاردیون آهسته آهسته در میان هنرمندان محبوب میشد و خودی هنرمندان با همین اکاردیون وقتی که شهر را از مثلا خانه خودش به خانه عروس می بردن با همین اکاردیون خونده می رفتن چی خاطره ها هست از همون دوره شما با اکاردیون که مثلا دوستی چندین ساله داری؟ سال 1978 ما در صف هشتم تحصیل میکردم مکتب میاندم با یک توی اومدن از طرف دوشنبه طرف آباد اجای آبادی بعد اکاردیون کردی همین عروس شه آوردن بعد در همون جدیدم همین موسیقی چسبید بعد همون سال من همین ذوق کردم اکاردیون دا پدر من گفتم اکاردیون خرید با هم مشق کردم این با اینستیتوت تمام کردم با هم اختصاص اکاردیون تمام کردم بعد حاضره بدتر با ما صرف 10 تمام کردم اینستیتوت تمام کردم بعد در توی معرکم اکاردیون که میرفتم من با حافظات می‌نوشته اون که در ساز موسیقی درست می‌بینه اگه بسیار مهنتی استاد جوربر نظریف است که در انسامبل خلقی همین انسامبل وارد کرد و مردم همین دید بسیار محبوب شده بود بسیار استفاده می‌بردن دوست داشتن و با سازهای ملی ما با سرودهای ملی ما جور شد عموما بزم‌ها چگونه برپا می‌شد همین شه مبارک باده که شما خواندید در همین منطقه شما چگونه مثلا آیینش برپا میشد چگونه شهر را میبردن به خانه عروس سالهای پیش همین خیر بود که شهر سلام میبستن با آستینای دراز بود خیلی میکردن شهر سلام بستگی خیلی میکردن خانه عروس اکو ایسوی حرمت بود چی بود همه شهر همه خیلی میرفت سلام بستگی بعد دایره بود اساسی هم دایره کردی اکاردیون هم نبود دو ساله که با ما بودیم اکاردیون هم نبود دایره هم بعض می دایره بازم بود با همین شه آوردیم دادر آوردیم شه مغزه ککای پوچاخ چهار مغزه ککای شه آوردیم گفت همین خونده هم راه رقص بازی کرده او انا راه همین رفته تا خانه عروسا شه شده ها کدام سال انا سالی 75 اكو با کمتر اون وقت با ما معلومات اکاردیون هم بود باید یک پیش ما کودک بودیم همین شه فقط هم دایره باز بود همین وقت این میرزا جان پدرش همین خیلی همین حافظای معرکه بودن ها از شکل دایره میرفتن بعد تانگا پارتا وای که تو خانه عروس دایره باز کردیم همین رقص بازی که میرفتن توی شما چی گونه شد توی ما هم اکاردیون و دایره و همین تاولا کردی باید چی کردیم خیلی شده گرده وقتا خانه عروس کجا بود نزدیک بود ما خانه تو خانه عروس ما پای انداز که رفته گیم پای انداز کردیم دیگه نزدیک 500 متر همین پای انداز او طرف های طرف
همین خیلی دایره بند کردی رقص بازی که رفتیم با رقص بازی که اومدیم. لباسای شه و عروس چگونه بود وقت؟ وقت لباسای ملی بود دیگه. حاضر خیلی همه شکو وای شد دست پیشو عروس لباسای ملی خودمون هم بپوشوندن، کرتای چکان میپوشوندن، کرتای بعد لباسای عروسی که خیلی میبردن. دامادها چگونه میپوشیدن؟ داماد هم جمعه نه زردوزی نبود. همش همین خیلی ها جمعه به قسم همین کتی سلام میبستن. اکمود بعد ما هم سال ما 75 خانواده سال ایبان رفتو توقی بود توقی نه همین خیلی میپوشیدن خیلی جمعه هم رفت سالی که ما با کودک بودیم و تماشا میکردیم همش ملی بود. سالبندان هم بود. سلام ساده سلام انیق سلام میبست. سالبندان یک رسمی خاص بود. ها رسمی تاجیکی بود وای. و چگونه سلام میبست؟ مثلا گیری توقی با پیشاندن سلام. ها همین توقی همین وای بود هم که میپیچوندن می بچه‌ها رو میپیچوندن. سرودهایی که میخوندن مثلا از خانه مثلا در توی خود شما از خانه‌تون برآمده. خب سرانده از کجا میومدن؟ سرانده این میرزا جان پدرش بود با یک بچه‌ها بودن بعد برارش کنید خانه برارش کنید دل او چاش نمیشه او تبرارش کنید دل خواهرش نمیشه اپا برارش کنید گفت همین خیلی بود همین برار تو همین خیلی حافظه بودن که متخصص بودن هم خیلی میخوندن بیاد دوره پس که عروس هم میبردن. خب در دهه‌های هم میگن که در همون زمان‌ها در برابر هنرمندان کسبی که مثلا بسیار معروف بودن باز نفرانی هوسکاری هم بودن که همین گونه سرودها را اجرا میکردن. هوسکار بودن خیلی و یگان ترس متخصصی وای نبود. همش مردم خود دیها خیلی بودن و میخواد الویده او بود که بازمور وای میکردن دوره کتی. خب در برابری که مثلا این گونه بازم میشد بزم هایی که میان خودی مردم میشد میان موسیقیدان میشد دوتون هست که چگونه بزم میشد می نشستند و موسیقیدان صحبت میکردن اكو موسیقیدان خیلی صحبت ها فقط صحبت ها فقط موسیقیدان نصیحت میکردن بچه‌ها با راه راست برید راه راست نبرید دروغگویی نکنید یک کس گپی ساقی هم نزنید بلنگ هم نزنید. شما در این برابر به سرودهای دوست مراد علی بسیار توجه داره. اكو بعد با دوست مراد علی که برآمد آنگاه هوای بسیار همزمان کرد خودم خانواده فهم میکردم میخوام. بیا دوستان عزیز حالا یک موسیقی زیبا از جانب انسمبل فولکلوری غازی ملیک میشنویم و صحبت رو با هم ادامه خواهیم داد. مرحبا.
خسته نباشید، بهترین بود. خب در برابر آنه که شما مثلا سرودهای فولکلوری، آهنگ‌های فولکلوری را در انسامبل اجرا میکنید، آنها را جمع آوری میکنید، همچنین از سرودهای خلقی استفاده میبرید، از آهنگ‌های هنرمندان محبوب نیست در همین انسامبل استفاده میبرید. خب فعالیت امروزه انسامبل چگونه است؟ فعالیت انسامبل خلقی ترانه و سوز ملک حاضر کار بین سخت رفت ایستاده است، برای که هم در پیش آزمون اندلیب ما را انتظار است. آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک است. مکتب موسیقی ما با یک جایگی مکتب موسیقی کار کرده ایستادیم و جوانان رو بسیارتر به همین انسامبل ما شامل هستند. یعنی به نسل جوان نیز میخواهید همین سرودهای قدیمه رو، فولکلور ملی رو بیاموزانید؟ بله، سرودهای فولکلور ملی رو ما باید به جوانان بیاموزیم. اومده مشق کردم. من در مکتب موسیقی من معلم صنف آوازخوانی هستم. سرودهای قدیمه گوییم، سرودهای فولکلوری، سرودهای کلاسیک رو آموخته شدم. بله. خب در زمان استقلال یک عنعنه خیلی خوب جاری شد. مثلا امروز تلویزیون و رادیو، اینترنت، یعنی واسطه‌های اودیوویزیوالی خیلی زیاد شد و همین یک باعث آن گشت که در برابر آنه که در یک منطقه فولکلوری خاص هست، همچنین فولکلور منطقه‌های دیگر نیست وارد بشود. با واسطه اینترنت، با واسطه تلویزیون، با واسطه رادیو میشنوند، از خود میکنن. همین گونه یک آمیختگی عجیب به میان آمد. همین چیز در انسامبل شما اومد، در نوعیه شما حس میشود؟ البته حس میشود. من سرودهای خلقی هستم. پیشتر فقط انسامبل خلقی مینواخت. بله. حاضر ما گیتار خوش میکنیم، من سینتزاتور. مثلا سرودهای خلقی که در منطقه رشت هست امروز استفاده میشود، یا که در ولایت سوخت؟ من منطقه ما هم خلاص سرودهای خلقی داریم. من یمخ خوش میکنیم، گیتار خوش میکنیم، او داری خوش میکنیم، اسباب ضربی و خلق همین خلق معقول همین. بله. یا خیلی جوابه. ما خیلی. بله. خب تشکر زیاد. خسته نباشید. زنده باشید. و همینجا به انتهای برنامه هم رسیدیم. در انتها برای ما چی پیشنهاد میکنید؟ بگون سرود مشهوری هست که در این منطقه بیشتر اجرا میشود؟ سرودی مشهور در نواحی خراسان این غازیان کوه بلند و مصطفی دلکش است، شعری کریم دیوانه. همین رو پیشکش میکنیم. خب دوستان عزیز، اینجا ما به انتهای برنامه گنجور رسیدیم. یادآور میشیم که این برنامه رو از ناحیه خراسان تهیه کردیم. در خانه یکی از هنرمندان هستیم و یک جا نشستیم و این برنامه رو پیشنهاد شما کردیم. بگذار که همیشه سرود و موسیقی در خاندان شما طنین انداز باشد و شادی و نشاط بخشد. اینجا یک ترانه دلنشین میشنویم و خیر میگیم. تا دیدار دیگر. غازیان کوهی بلند و با صفای و دلبر است، غازیان جایی کبوتر های خوشبال و پرست. غازیان کوهی بلند و با صفای و دلبر است، غازیان جایی کبوتر های خوشبال و پرست. غازیان جایی کبوتر های خوشبال و پرست. هرگاه بر سویان کوثر می سازم نظر، عشق میریز از چشمم میشوم خونی جگر. هرگاه بر سویان کوثر می سازم نظر، عشق میریز از چشمم میشوم خونی جگر. غازیان کوهی بلند و با صفای و دلبر است، غازیان جایی کبوتر های خوشبال و پرست. غازیان کوهی بلند و با صفای و دلبر است، غازیان جایی کبوتر های خوشبال و پرست. غازیان جایی کبوتر های خوشبال و پرست.
دشتی عظیم در دامنی کوسر باغ گلشن می شود پر میوه از سیب و انار با بدان دشتی عظیم در دامنی کوسر باغ گلشن می شود پر میوه از سیب و انار غازیان کوهی بلند و با صفای و دلبر است غازیان جایی کبوتر های خوشبال و پرست غازیان کوهی بلند و با صفای و دلبر است غازیان جایی کبوتر های خوشبال و پرست غازیان جایی کبوتر های خوشبال و پرست غازیان جایی کبوتر های خوشبال و پرست